بزرگترین خلاف زندگی تا چی بوده؟ نمیگم به چی؟ نمیگم. ما به کسی نمیگم وجدانن پست ما ببینه کامنت هم یادت نره. بزرگترین خلاف زندگی چی بوده؟ هیچ. دیوان یا مصرف 2 بار مصرف کردم. زنگ آخر مدرسه فرار کردن. اونو خاموش کن بعد من خاموش کن میدیشم خب نگی مگه ما و حرف رو قبول میکنه. نگی اینا واقعیه که اینا کیکه. نمیگم آجی تو واسه نمیگم. نمی خیلی خلاف بره حالا خلاف نی. هر خلاف نی؟ هر چی هر کجا؟ پیش آواز معاملاتی. مثلا پست دوزی نگیری؟ نه. راحتشه بابا وجدانی یه چیزی حالا با چگی با چا بودیم شاید یک دو بوشم. یکم دیگه فکر کنم با چیز دیگه یاد میاد خربزه اندوانه. آقا قربه دوزه پیدا کده میگم با باید نجارد یک نوع خلاف چای شیرین، چای نبات. خلافی همه چشین شانبات خالی یعنی؟ خالی. خیلی فردی شدم همین. با خود مرز بابام دروغ گفتم. چی گفتی بهش؟ مدرسه نمیرفتم گفتم برو مدرسه آخرم شد راننده وانت. آقا برای ما بینیستیم بزرگترین خلاف زندگی تا چی بوده؟ نترسین به هیچ کی نمیگه بین خودم و خودته. تو پیج اینستاگرامی پخش میکنی خب. نه خب اب نده حالا بدونید کسی نه ما مهتی فقط میبینه با اینترنت وصله. تو میتی